خوب هستید؟ اینجا هستید؟ کلاتون خوب است؟ زنده باشید، زنده باشید، زنده باشید. کو مردم هست یکم کس بیدار. اما تیک توکو میگه لایف رفته دیگه. یوتیوب اینستاگرام دادم کم در کم مونده یا اونجا هم خوبه. میدرم نکیم گپ و چپی مثلا اکل چه بگم سینوسول بالا رفتن گیری دیگه. و خیلی گپای چپ و اخمقی و مقصد گپایی که به اوجا میزنن هیچ توقعی نمیگیره. برام خب جا غیرت نمیکنی بدروی. زنده باشین، گپ نیست. پریویت حاجی. هی پریویت بهروز شریپوف. زنده باش بهروز جان. اینمی چی داریم؟ چی میگن؟ الکترستال داریم. ای برف ای بچه الکترستال گرود الکترستال اینا برف بیو حلاوت بر گرود الکترستال. تو خالدار بای ها خالدار بای سوزن دیگه. همه طرف تنج کارو براتون خوبه. زندگی خوبه. زنده باشون. یک گپ نیست. ایرپورتی تیلی تایشی چی میشه؟ کو قنا چیگه پو خوارایه مردم کی درگی جوای خالدار بای دیگه دا چیگه پو خواره ما تینجا زنده باشه. اینه من برف نشون بتم شما دا تماشا کنید. حلاوت باید زیاده خبه نه شبکه پاپ کنم یا بیرون نبرم برف نشون تون میتون حلاوت ببره. یا بسم الله. زمستان میروی خیلی خدا برف هید با این برف بریده است. خیلی بگی که اسکنه میگه 70 سال پیش در انمی الکترستال مقصد مسکو هم خیلی برف بردگی بوده. اگه همین قصه هم میبرونه که هم خیلی برف با 70 سال پیش بریدگی ده. با ناو بریده که این برف میگه تا بارانای پای در پای بهار نزنه میگه اونو میشه. هم خیلی میسته ولی اینجا ده کارو برای ما اینجا ده کارو برای جا ده خلاصه. اینه مشتکای اوزده هاجی یا بسم الله. خب آنا جورم نو چی خخنه هیچی نویست. پریویت براتان. خوب هستید؟ اینجا هستین کارتون سوزه زندگی خوبه. امو یا پرامو افیر کنیم گفتیم چخ کنیم کو کیای در اینجا هستن برادرها که در این طرف غربی در این خنکی یانباش خونه دا گفتیم حقیقتی همو روبرو صحبت کنیم کو زنده باشه نگرد نیست. در کجای باشه نباشید خداوند نگهبانتون باشه. دوست مراد کیپی سالتا کم کوش چی مش کیپی هنوز خیت نکردم گپی خطب یکم پریکول بود یا چه نفهمیدم. خب انا برادرای عزیز در اینجا بابای خالدار بای هم هست. همین درو داریم
خیلی هم خیلی گپ و خبرها دیگه. نقصد همه در هر جو پراموی افیر کنم ما در همه یوتیوب پراموی افیر میکنیم. اون تیک توک دامه دروی یا که اونو بیگا لایف ده یا اینستاگرام ده پراموی افیر میکنیم با قدرت خدا. میگی دیگه پلانت دایی میگی توبه توبه در بزرگی خدا جونم. همه تمامی ای بام شما تمام چی همونجا هست، تمام چی همونجا میبینی به قدرت خدا. خیلی هر جا جای خدشه دوره کن. یوتیوب همه قزوری دوره که نگم آدم لج بمون محکم میکنه. اینا دسترخوان بنوار گرفته سی بالای دسترخوان شیشه عرق موندگی محکم میکنن. یگان گودک مثلا یگان گودک مثلا شپلاق بزنی یا که یگان میخلی کنی محکم میکنن. خون اینا که خون بسیارتر نشون میده محکم میکنن. یوتیوب به مثل تلویزیونه. یوتیوب چیزی هست که مثلا هر چی قبول نمیکنه و دلیل میکنه درم. یوتیوب خوب ترکه. من فکر میکنم همش دم یوتیوب خوبه. همش دم برای فرزندو هم مثلا چیزای دیتسکی هم داره، چیزای خوب داره در یوتیوب. با چی ای خیلی همه طرفه یوتیوب خوبه. مثلا دلت پر ای دودک یوتیوب هم کشوده بودی مثلا بازی پدرش نلاد دیگه اینستاگرام بکشو یا که تیک تاک بشکو در اونجا هم بالا رفتم که تمامی چی را میبینی. تمامی نمود دخترها را میبینی. تمامی نمود ای بام شما بیرهش هم میبینی. که مثلا من از تاجیکستان رو در نظر ندارم در روی دنیای گلوبوس اخی گلوبوس میگیره اینستاگرام و دیگه در همه جا آدما هستن در اونجا. همین تیک تاک دامه در بالا کردن میگیری با قدرت خدا چیزای نیدگی تا همینجا دم میبینی. برای همین خاطر توصیه من دوستا این سال‌ها زمان پیشروی علم و تکنیک فرزنداتون هم کشوده نگم یوتیوب بکشین میتونین. یوتیوب مقصد چیزای بچه خودش یوتیوب دلیل میکنه. کسی هست که مقصد بدی کردگم چیزی بدم پرتویا پروانه که خودش دلیل میکنه رفتن میگیره با چیزی خوب پیشنهادی فرزندای شما میکنه که فرزندای شما یکی ببینن یا غذای معنوی بگیرن. Привет, друг, доброе утро, добрый вечер. Привет, добрый. خوب. Брат, ты в России? Да, брат. Дар город Электросталь. زنده باشه. در جای باشه نباشه خداوند نگهبانتون باشه. مقصد بسیار وقت طرفای خیم کی میرفتیم با طرفای خیم کی سالهای پیش می اومدیم مترو کوزمینکی دم استوده مترو کوزمینکی با لوبلینو صدوات دا برادرو هستن مرا همسینفام مقصد که برادرام آشنام همش هم مسکوه دارن. با اینجا شرکت های هسته که مقصد رکلامشون میکنیم میریم یک رکلام و پکلاممون میکنیم با میگردیم میریم به خونه همون. زندگی خودش همه برای اومدیم ماه شریف رمضان اومدیم یک گفتی او و یکی ایسو کنیم با میگردیم میریم خفای زندگی خمون یکی دسمونات البته کینو میشه چوبا میشه ولی کینو های پیش های خدا نصیب ما خمون یک خاموشی را به گردن گرفتیم که خاموشی کنیم و باید انشالله نیت ها هست خداوند خودش بزرگه چیزی خوب روی برون میشه چیزی خوب کوشش میکنی میکنی بعد یک چیزی خوب پیشکش خلق میکنی که خلق ببینه و حلاوت ببره تماشا کنه.